گفته می شود که دارالعلوم حقانیه که رئیسش حامد الحق است به کابل تشریف آورده، همراه مولوی عبدالکبیر ملاقات کرده و مولوی عبدالکبیر برایش 7 میلیون افغانی کمک کرده. این مدرسه مذهبی نیست، بلکه مرکز ترویج تروریسم و افراطیت است، مرکز شر و فساد است. مؤسس امیمی مدرسه یک افسر نظامی انگلیسی به نام رابرت کاتم است که به او فاوندر آف ISI هم گفته میشه و تجربه انگلیسی ها برایشان ثابت کرده که اشغال فیزیکی و نظامیشان در منطقه به خیرشان نبوده و نیست، بلکه بهتر است که اشغال ملایی توسط اینمی مدرسای مذهبی افراطی به مراتب برای انگلیسا سودمند و فایده‌مند و به خیرشان بوده. فلهذا انتهای کوشش میکنند که در منطقه برای ترویج تروریسم و افراطیت باید که مدارس مذهبی بیشتر و زیادتر شود. طبق اینمی پلانی که اینا دارن و طبق معاهده و قرارداد مخفی که همراه امریکایا در دوحه داشتن و کردن، تمام مصارف را غربی ها قبول کرده که باید 40,000 مدرسه افراطی مذهبی در دو طرف خط ډیورند باید تأسیس شود که این برنامه 7 میلیون افغانی نیست که مولوی عبدالکبیر به حامد الحق داده، بلکه این برنامه 10 میلیون دلار برای از این تخصیص داده شده. 40,000 مدرسه در دو طرف خط تأسیس شود و در آینده میلیون ها جوانای ما را به کام مرگ برسانه، افغانستان یک سرزمین بدنام برای دنیا باشه و همچنین افغانستان مرکز تروریسم و خطر بزرگ برای منطقه، مخصوصا برای روسیه، چین و ایران باشه. از همین مراکز تروریستی تحت نام مدرسه مذهبی امکان جنگ مذهبی بین شیعه و سنی هم رخ بده. تمام این کارها را که اینا پلان کردن به خاطری که در این منطقه میلیون ها جوانای افغان باز هم به کام مرگ داده شود و همچنان چهار اطراف همسایه ما هم زندگی آرام نداشته باشد. پس امروز 10 میلیون پول کلدار که از طرف مولوی عبدالکبیر برای مدرسه اکوڑه خټک داده شد، این چیزی است که حقیقت بالاتر از این است. 10 میلیون دلار است که باید به دست طالبا به خرج برسه. مولوی عبدالکبیر به همه ما شما معلوم است که نمبر 1 جاسوس و غلام انگلیس تحت ماموریت پاکستان است. خانمش دختر یک کرنیل پاکستانی است. چند روز قبل شما دیده باشین که بالای یک استیج، یک منبر بسیار کلان به تمام ملت افغانستان دشنام داد، زشت گفت، فاش گفت، بی ناموس و بی غیرت خطاب کرد، ولی ناموس خودش مقدس و ناموس پنجابی خودش مقدس و مطهر است. و یک چیز دیگه که باید یادآوری کنم و این است که اول ای که مدرسه حقانیه بسیار بدنام شده و تمام دنیا میفهمه که این مرکز شیطانت، منافقت و تروریسم است و این سریال شاید بسته شود. باید مدارس دیگری جای این سریال بدنام شده را بگیره
که مردم اولادهای خود به اونجا روان کنه، چون مدرسه حقانیه امو اعتماد خود از دست داده. آلیا کوشش میکنه که معادلی از او باید در افغانستان جور شود و حالا کوشش میکنه که به سطح پشتوانی نظام مستبد طالبانی شاید ایتو یک مدرسه براتان در افغانستان جور کنه که 10 برابر بیشتر و وسیعتر و زیادتر نسبت به مدرسه اکوړه خټک باشه. نمونه های کوچکشان در کابل به نام شمس المدارس که مولای بدعتی به نام چی تأسیس کرده، به نام خلیفه دین محمد، و یا که گفتن که در هر ولسوالی 3 4 یا 5 مدرسه باید داشته باشه. پانتون بند، مکاتب، مدارس، همه چیز بند. فقط مدرسه های افراطی مذهبی که متأثر از مدرسه اکوړه خټک باشه او آزاد است و مصارفش هم نظام طالبانی میته. انشاءالله که ویدیو ما را فهمیده باشین و اگر زنده باشیم یا مرده باشیم و این ویدیو ما می باشه، باز میبینید که ما برایتان گفته بودیم که ای مردم ولا طبق آیت قرآن ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خود را به هلاکت نیاندازین. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خود را و اهل خود را از آتش نجات بدین، ولیکن شما خود را به آتش انداختین. از یک مدرسه اکوړه خټک تمام افغانستان در گرفت. چی فکر میکنین که اینا به صدها و هزارها میرسه؟ ما در 4 طرف ما با همسایه های خود روابط حسنه و خوب برادرانه میخواهیم داشته باشیم. هیچ راهی جز اخوت و برادری نداریم، ولیکن این مدارس را که ما میبینیم در آینده نه تنها برای همسایه های ما بلکه برای تمام منطقه خیلی خطرناک و برای ما ملت افغانستان و کشور افغانستان خیلی بدنام می باشه. السلام علیکم و رحمت الله.